سلام دوستان، میخوام برای امشب یه اولویه سریع آماده کنم. با من همراه باشین. ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنین. اگه کانال من سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنین تا با هم در ارتباط باشیم. مقدار مواد اولویه رو میتونین کم و زیاد کنید بسته به سلیقه و علایق خودتون. بریم با هم دیگه درست کنیم. خب اولویه‌مون آماده شد. بهتر قبل از تزیین مواد چند ساعت توی یخچال بذارین. وقتی از یخچال در آوردین اگه دیدین نیازه کمی بازم سس بهش اضافه کنید و بعد تزیین کنید. میتونید مثل من ساده روش سس بزنین و با هویج یا نخود فرنگی تزیین کنید یا یکم شیک‌تر و با سبزیجات تزیین شده اولویه‌تون رو خوشگل کنید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین همین الان لایک کنید. اگر کانال من سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید. تو کامنت هم نظرتون رو بنویسین. درست کنید و نوش جان.